به نام یاد خداوند و درود و سلام به شما عزیزان و سروران گرامی. امیدوار هستم که صحتمند و سلامت و موفق و شاد و سربلند باشید. دوستان عزیز، طوری که در فضای مجازی و در بعضی از جاها سوال میشه که چرا دولتی در تبعید شکل گرفته، چی فایده داره و دولتی در تبعید چی است؟ چی ضرورت داره؟ اهداف شما در دولت در تبعید چیست و چی کارها را میخواین انجام بدید؟ امروز میخوایم که در مورد ضرورت دولت در تبعید، اهداف دولت در تبعید و همچنان کارهایی را که ما انجام میتیم برای شما عزیزان معلومات ارائه بکنیم. گرچه همکاران ما و سخنگویان دولت در تبعید و سایر عزیزان از طریق چینل های مختلف و از طریق مطبوعات و فضای مجازی معلومات را در خدمت ملت عزیز و سربلند افغانستان ارائه کرد. اما باز هم ما چی از طریق پیام و چی از طریق تماس های تلفنی و همچنان در پای نشراتی که از طرف دولت در تبعید افغانستان نشر میشه کامنت ها و نظرات شما را میبینیم و میشنویم که شما میخواین که معلوماتی بیشتری را داشته باشید. دوستان عزیز، طوری که خود شما میفهمید که و ما معلومات را ارائه کردیم، جمعی از عزیزان شما، از هموطنان عزیز شما از سراسر افغانستان که امروز در گوشه گوشه دنیا در حالت تبعید و بیوطنی به سر میبرند، اهم سیاسیون، دانشمندان، علما، متنفذین، فرهنگیان و تمام اقشار جامعه اهم از زن و مرد حدود 500 نفر دور هم جمع شدن و جلسات متعدد را در پاریس و در استانبول و در لندن و در اینجا داشتند و همچنان به شکل آنلاین هم صحبت‌های مفصلی صورت گرفتند که بالاخره ما تصمیم گرفتیم که دولتی در تبعید را شکل بدیم و تصمیمم به این شد که دولتی در تبعید افغانستان به اساس اراده مردم شکل بگیره. خب امروز خودتان میفهمین که خاک در دست طالبا هست و سرزمین به دست طالبا است. ما نمیتوانستیم که در گوشه گوشه افغانستان صندوق انتخابات را بگذاریم و مردم رای بدن. بنابراین بهترین راه و بهترین روش و گزینه ای بودند که ما به شکل آنلاین نظرات مردم افغانستان را داشته باشیم. بنابراین یک کمیسیونی انتخابات تشکیل شدن و شورای عالی دولتی در تبعید افغانستان، شورای عالی تشکیل دولتی در تبعید نظاره‌گر این پروسه بودن و تحت کنترل از اینا انتخابات صورت گرفت که 5 تن از هموطنان شما که من هم در او جمله بودیم نامزد ریاستی دولت در تبعید بودیم که خوشبختانه انتخابات از 19 ماه فبروری 2024 الا 24 فبروری 2024 ادامه پیدا کرد و در نتیجه که با بیشتر از 52.95% آرایی که استعمال شده بود در مدت 5 روز در این انتخابات از طرف کمیسیون انتخابات و از طرف شورای عالی تشکیل دولت موقت یا در تبعید افغانستان، من عنایت حفیظ من حیث خادم و من حیث مسئول دولت برای یک مدت معین مطابق منشور انتخاب شدم و در خدمت شما هستم. خب همیشه دوستا سوال میکنن که این دولتی در تبعید چرا شکل گرفته؟ چی ضرورت هست؟ اول روی ضرورت، دوم روی اهداف و سوم روی برنامه ها و ماموریتی که ما داریم با شما معلومات ارائه میکنیم. شما میدانید که دولتی در تبعید خب از نامش پیداست که در داخل افغانستان نیست. آیا این دولتی در تبعید کدام تاریخچه هم داره یا ما یک جمع آمدیم یک نام را گذاشتیم؟ اکثریت امی سوال را داره. خب شاید تحقیقات نکرده یا معلوماتش کوتاه بوده یا کم بوده. از جنگ جهانی اول به این طرف تقریبا 32 دولت در تبعید
یا حکومتی در تبعید یا شورای ملی در تبعید برای نجات کشورشان یک تعداد انسانهایی که از سرزمینشان رانده شده بودند یا در حالت بی‌وطنی به سر می بردند دولتها را شکل دادند که از این 32 دولت در تبعید تا به امروز را یک تعدادشان موفق شدند بعد از یک مدتی مبارزه که سرزمین خود را دوباره به دست بیاره و یک دولتی به اساس اراده مردم و قانون اساسی و عرف بین الملل و منشور سازمان ملل متحد به وجود بیاره و یک تعدادشان هم موفق شدند بعد از یک مدت مبارزه که در سرزمینش با کسانی که در داخل حکومت میکردن فشار بیاره بالای از اونا و موفق شود که یک دولت فراگیر ملی به اساس اراده مردم و مطابق عرف بین الملل به وجود بیاره و یک تعدادشان هم تا هنوز موفق نشدن. بنابراین این تاریخچه دولت‌های در تبعید است که شما نمونه‌هایشان را مثلا دولت در تبعید فرانسه در بعد از جنگ دوم جهانی در انگلیس، دولت در تبعید اسرائیل و دهها دولت در تبعیدی که در جنگ جهانی دوم که در اروپا جنگ ها بودن شکل گرفته بود و در آفریقا و همچنان در خاورمیانه دولتی در تبعید سوریه و در شورای ملی در تبعید ایران و نمونه های دیگیشان هم در خیلی از کشورها ما داریم. بنابراین این تاریخچه‌اش بود. خب حالا چی ضرور است که ما این دولت در تبعید را شکل بدیم؟ دولت در تبعید افغانستان چی ضرورت داره؟ وقتی ما شرایط و وضعیتی این دولت‌های در تبعید را که تا هنوز شکل گرفته اونا را مطالعه کردیم و شرایط فعلی افغانستان را مطالعه کردیم، به این نتیجه رسیدیم که افغانستان از هر زمان دیگر و از هر او کشورهایی که دولت در تبعید داشته نیازمند یک دولت در تبعید است. به خاطر چی؟ اول می است که دولتی که در داخل افغانستان یا حکومت یا گروهی که در داخل افغانستان هست به اساس اراده مردم نامده، به اساس قانون اساسی نامده و این دولت تا یک معامله پشت پرده و ننگین و همچنان بر اثر جنگ در 15 آگوست 2021 آمده بر مردم افغانستان حاکم شد. خیلی دولت‌های دیگه هم بودن مثل از اینا گروه‌های بودن که یا به اثر کودتا یا به اثر جنگ آمده کشور خود را یا کشور را قبضه کردن، اما در یک مدت کوتاه خود را به اساس عرف بین الملل عیار ساخته و یک نظام را به اساس اراده مردم شکل داده و مطابق اصول و قوانین بشری حکومت را اداره میکنند. اما شما میبینید که طالب ها امروز بیشتر از 50 فرمان علیه زن صادر کرد. اقوام و اقلیت ها در داخل افغانستان هیچگاهی در این 3 سال آزادی نداشته. آزادی بیان سلب شده، کار نیست، آزادی مذهبی اقلیت های مذهبی بالکل از بین رفته و صدها موردی که هر روز و او به عنوان نقض حقوق بشر در افغانستان صورت میگیره، این بیشتر شده میگیره. پس اینمی گروهی که آمده ای هیچگاه مشروعیت نداره و هر روز امو مشروعیتی اگر می داشتم اونا رو به اثر ظلم هایی که میکنه از دست میده. وقتی مشروعیت داخلی را نداشته باشی مشروعیت بین‌المللی هم کسب نمیتونید. که امروز هیچ کشور دنیا تا هنوز را طالبان را به رسمیت نشناخت و بعضی کشورها از چینل‌های استخباراتی و پینهان مراوده های خود را دارد. وقتی یک کشور او هم در قرن 20 نه یک نظامی در اونجا حاکم باشه یا یک گروه حاکم باشه که نه مشروعیت ملی داشته باشه نه مشروعیت بین‌المللی داشته باشه، بنان لازم هست که برای نجات از کشور کارهای را انجام بده. این یک دلیل بسیار عمده که عدم مشروعیت ملی و بین‌المللی باعث میشه که ما دولت در تبعید را شکل بدیم. و همچنان
امروز بیشتر از 10 میلیون انسان افغانستانی در کشورهای مختلف به صورت پراگنده زندگی میکنند و به خاطری که یک دولت مشروع نداره، بنابراین همه از اینا به شکل سردرگم و پراگنده و سرگردان در روی دنیا هستند و هیچ نهادی هم نیستند که از حقوق از اینا دفاع کنند. این را کسایی که در داخل است شاید به او اندازه معلومات نداشته باشه، اما مهاجرین عزیز که در سراسر دنیا هستند اینا میفهمه که به چی وضعیت ناگوار اینا به سر میبره و سرگردان هستند. سفارت ها و نمایندگی های دیپلماتیک و قنصلی افغانستان هم یا کار نمیکنه یا صلاحیت کار نداره، یا بعضی از کنسولگری ها و سفارتخانه ها به دفتر کمیشنکاری و فروش اوراق به قیمت گزاف تبدیل شده، یا اینی که اینا پخپلسر و غیر هماهنگ کار میکنه. بنابراین مردم همین 10 میلیون انسان کسی نداره که از اینا دفاع بکنه، از حقشان دفاع بکنه. در هر کشور دنیا هر ظلم و هر استبداد و هر حق تلفی که بالا از اینا صورت بگیره، از دولت مرکزی یا کسی از کشورشان نمیتونه اینا رو از حقشان دفاع کنه. بنابراین به خاطر که دولت مشروع وجود نداره و او دولتی هم که است، او را هیچ کشور دنیا به رسمیت نمیشناسه. این مورد دوم. مورد سوم هم امروز همین انزوای بین‌المللی و همین مشکلات باعث شده که بیشتر از 30 میلیون انسان افغانستانی در داخل از سرزمین و در داخل کشور با مشکل تنگدستی و بیکاری و صدها مشکل دیگر مواجه شود، به خاطر از اینکه افغانستان در یک جزیره تبدیل شده، در یک جزیره‌ای که ارتباط سیاسی رسمی، اقتصادی رسمی و ارتباط دیپلماتیک رسمی با دنیا نداره. نقض حقوق بشر که در داخل افغانستان صورت میگیره و خیلی مشکلات دیگی که وجود داره و ظلم و استبدادی که جریان داره، همه از اینا دلایلی هستند که ما اقدام کردیم تا یک دولت در تبعید را شکل. اینا هم دلایلی هستند که ما با اساس همین دلایل دولتی در تبعید افغانستان را شکل دادیم. خب حالا میاییم روی اهداف دولت در تبعید افغانستان که کدام اهداف را ما دنبال میکنیم. با در نظر داشت این موضوعات را که با شما عرض کردم، ما باید کدام اهداف را دنبال بکنیم. یک، هدف اصلی ما و هدف اساسی ما این است که تلاش و مبارزه بکنیم برای نجات افغانستان از وضعیت کنونی و از بحران. اینمی بحران را که شما میبینین، اینمی وضعیت نابسامان را که شما میبینین، باید ما مبارزه کنیم تا از این وضعیت افغانستان نجات پیدا کنه. هدف دومی ای است که ما تمام تلاش خود را بکنیم که برای ایجاد یک نظام مردم سالار در داخل افغانستان که مبتنی به ارزش‌های انسانی باشه و تمام موازین حقوق بشر در او رعایت شد. ما برای این باید تلاش بکنیم. این هدف دوم و هدف اساسی ماست که یک نظامی به اساس اراده مردم شکل بگیره که مبتنی به اساس ارزش‌های انسانی باشه. مورد سوم جلب حمایت جامعه جهانی است. به خاطر از اینکه ما وقتی تلاش میکنیم برای جلب حمایت مردم و مردم سالاری و جلوگیری از نقض حقوق بشر، این به حمایت جامعه جهانی هم نیاز داره. ما هدف بعدی ما این است که تمام تلاش خود را در این باره انجام بدیم که جامعه جهانی از این داعیه ما حمایت بکنه. تا حال را خوشبختانه گام های خوبی برداشته شده و پیام های خوبی را ما از دنیا دریافت کردیم. هدف بعدی ما این است که ما این داعیه را داریم که برای نجات افغانستان تلاش میکنیم و برای ایجاد یک نظام مردم سالار به اساس ارزش‌های انسانی که اونجا برابری زن و مرد و انسانیت نقش داشته باشه،
طبیعی است که نیاز به حمایت‌های بین‌المللی، منطقوی و کشورهای همسایه دارد که خوشبختانه ما گام‌های را برداشتیم و تا هنوز هم پیام‌های خوبی را از کشورهای مهم دنیا دریافت کرد که این یکی از اهداف ماست که ما بتوانیم برای جلب حمایت از این داعیه‌ای که ما یک نظام مردم سالار را در داخل افغانستان شکل میدیم و برای از او مبارزه میکنیم، باید دنیا و همسایه ها از ما حمایت. این هم به نفع همسایه هاست، هم به نفع کشورهای منطقه است و هم به نفع جهان است که ما یک افغانستان مردم سالار و یک افغانستانی که اونجا نقض حقوق بشر صورت نگیره و یک افغانستانی داشته باشیم که نظامش به اساس اراده مردم و قانون اساسی به وجود آمده باشد و دارای ثبات سیاسی و اقتصادی باشد و با دنیا مراوده داشته باشد. بنابراین از این داعیه ما باید دنیا حمایت کنه و ما تلاش میکنیم و قطعا از این داعیه دنیا حمایت خواهد کرد. حالا ماموریت ما من حیث خادمین شما چی است؟ و ماموریت ما که در منشور دولت در تبعید ترسیم شده و تعریف شده، ما خدمت شما عرض میکنم. اولین ماموریت ما است که ساختارها را بسازیم، منشورها و راهنمودها و لوایح را بسازیم که فعلا هم کار به شدت در کمیته های مختلف جریان دارد. ماموریت دوم ما تیم سازی است. ما برای انجام یک کار نیازی به نیروی بشری داریم. نیازی به نیروی بشری فعال، متحد، وطن دوست، تحصیل کرده و مسلح به صلاح علم دانش امروزی و نیازی به مشوره های شما داریم که در این ماموریت هم گام های خوبی برداشته شده و قرار است که ما حداقل برای رسیدن به او اهداف خدمت شما عرض کردم و قرار است که برای رفع ضروریات های مردم افغانستان که در قسمت ضروریات دولت در تبعید خدمت شما عرض کردم، ما باید ساختار را بسازیم و افراد متعهد را در ساختار تنظیم بکنیم که به اهداف دست پیدا کنیم. که این ساختار حدوداً بیشتر از 60 نفرشان از بهترین انسانها، از شخصیت‌های دلسوز، وطن دوست، متعهد، اهم از زنان و مردان و مخصوصاً قشر جوان تعیین شده و حدود 500 یا کمتر زیادتر دیگه هم انشاءالله در ماه‌های آینده معرفی میشه که امی اهداف را دنبال میکنه. ماموریت دوم ما برقراری روابط با جهان است، به خاطر ای که اینمی دولت در تبعید را بشناسد و به خاطر ازی که ما مطابق منشور ملل متحد و معاهداتی که افغانستان با کشورهای مختلف داشته مراوده برقرار بکنیم و تلاش‌های ما هماهنگ با نظام جهانی باشه و همچنان جهان را متقاعد بسازیم که برای نجات افغانستان از بحران کنونی با ما همکاری بکنه. ماموریت سوم ما رسیدگی به وضعیت حقوق بشری هست که ما باید مشکلاتی که در داخل افغانستان رخ میده، نقض حقوق بشر که رخ میده، اینا را مستند جمع آوری بکنیم و با سازمان‌های بین‌المللی مربوطه شریک بسازیم که جلو نقض حقوق بشر در داخل افغانستان گرفته شد. که امروز نمونه‌های بزرگی از نقض حقوق بشر را شما در افغانستان مشاهده میکنین: اپارتاید جنسیتی، نسل کشی، جنایات جنگی، کوچ‌های اجباری و صدها مواردی که بر علیه آزادی بیان، آزادی اندیشه و فکر و عقیده و سایر مواردی که صورت میگیره، اینا همه‌شان نقض حقوق بشر است که یکی از ماموریت‌های عمده ماست که اینا را مستند سازی کرده با
سازمان های مختلف و دادگاه های مختلف شریک بسازیم و او را تعقیب بکنیم. مأموریت چهارمی ما جلب کمک های بشردوستانه دنیا و نهادهای بشردوستانه است. امروز بیشتر از 30 میلیون انسان در داخل افغانستان با مشکلاتی جدی اقتصادی مواجه است و بیشتر از 80% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. این را در گزارش های مختلف دنیا شما دیدین و مشاهده کردین. و ما تلاش ما این است که نه ما من حیث یک نهاد امداد رسان خود ما تبدیل شویم، از دنیا میخواهیم در جلسات، در مکتوبات، در ارتباطاتی برقرار میکنیم که از طریق نهادهای خیریه‌ای بی‌طرف و نهادهای خیریه‌ای که صادقانه کار میکنه کمک‌های جهانی به مردم افغانستان برسه که مردم افغانستان در شرایط بسیار بسیار دشوار قرار دارند. مأموریت پنجم ما تلاش جهت ساختن زیربناهای افغانستان است. شاید شما سوال بکنید که شما در خارج هستین، شما را به زیربنا چقدر است؟ و امروز طالب است موظف ایناست که باید زیربناها را بسازند. اینا که مصروف کارهای خود است، شاید میگن اون کارها رو بکنه. زیربنا که ساخته میشه او برای یک روز و 2 روز و 5 سال و 10 سال نیست. مثلا بند برق ساخته میشه، سرک ها ساخته میشه، پل و پلچک ساخته میشه، نهرها ساخته میشه، مکاتب و دانشگاه ها ساخته میشه. اینها برای 10 سال میمانه. شاید چندین نظام و دولت حکومت بیایه و بره، اما از این زیرساخت ها مردم افغانستان استفاده میکنن و ساختن زیرساخت ها باعث ایجاد اشتغال میشه و همچنان روی از این که اشتغال زایی صورت بگیره هم ما تلاش های خود را میکنیم و دنیا را ازش میخواهیم که در داخل افغانستان این کارا را انجام بده. انشاءالله سبا وقتی که آمدیم در آینده نزدیک ما خود ما با مشکلات عدیده روبرو نشویم، با یک افغانستانی که تمام زیرساختهایش نابود شده و یا پوسیده و کهنه شده بازو مواجه نباشیم. زمینه حکومتداری مدرن باید فراهم شود. در این راستا هم تلاش میکنیم و یکی از مأموریت های عمده ما ای است. مأموریت ششم ما رسیدگی به وضعیت مهاجرین است. اما رقم که در قسمت ایجاد دولت در تبعید اشاره کردم و در اهدافم آمده ای است که امروز مهاجرین ما در سراسر دنیا به خاطر نداشتن یک دولت مشروع دچار مشکلاتی بسیار زیاد است، هم در کشورهای همسایه و هم در کشورهای منطقه و حتی در کشورهای دور هم. امروز مثلا مهاجرین فاقد مدرک قابل اعتباری که پاسپورت باشه هستند. پاسپورت در بعضی کشورها پاسپورت افغانستان میچله، در بعضی کشورها نمیچله و ارزش نداره. اینها مشکلات هستند و 10 مورد دیگه‌ای که هر مهاجر برای تثبیت هویتشان، برای پیشبرد کارهایشان و خیلی موارد دیگه‌ای که هستند که روزمره با او سر کار داره به خاطر نبود یک دولت با مشکل مواجه است که مأموریت عمده ما در این قسمت هم است که ما تلاش بکنیم تا ای که خب دولت ما را اگر دنیا به رسمیت بشناسه این مشکلات را ما میتونیم حل بکنیم. مأموریت هفتم ما جستجوی راه‌های بدیل برای ادامه تحصیل جوانان، نوجوانان و کسانی که ادامه تحصیل میدن، اهم از خواهران، برادران، مخصوصا خواهران که امروز دروازه های مکاتب و دانشگاه ها و پانتون ها و انستیتوت ها برویشان بسته شده و عمرشان هر روز میگذره، هر روز فرصت های زمانی را از دست میده و هر روز ناامیدی هایشان بیشتر میشه. شاید طالب 1 سال 2 سال کمتر زیادتر دوام بکنه، اما عمر عزیزان ما، عمر جوانان ما سپری میشه و فاصله به وجود میاد که مثلا امروز اگر فارغ صنف 12 است یا مثلا صنف 10 است یا در سال دوم دانشگاه است یا در هر مقطعی قرار داره، اگر فاصله ایجاد میشه خب این مایوسیت به وجود میآید و همچنان دلسردی به وجود میاره تا اینکه از ادامه تحصیل دست بردار.
یکی از ماموریت‌های عمده ما است که وزارت تحصیلات عالی دولت در تبعید، وزارت معارف دولت در تبعید و سایر بخش‌های دولت در تبعید در این راستا تلاش میکنه و جستجو میکنه که راه‌های بدیل را یا به شکل بورسیه یا به شکل آنلاین یا به هر طریق که ما توانستیم فراهم بسازیم که خواهران ما مخصوصا از ادامه تحصیلشان و تعلیمشان باز نمانه که تا هنوز گام‌های ابتدایی برداشته شده، یک تعداد فرصت‌ها ایجاد شده اما بسنده نیست. ماموریت هشتم ما دعوت از تمام سیاسیون نیکنام، رهبران احزاب سیاسی نیکنام، شخصیت‌های دلسوز، جامعه مدنی، تاجران، هنرمندان، موسیقیدانان، کارگران، کسبکاران، متخصصین، قضات، سارنوالان، نظامیان، همه اقشار جامعه اعم از زن و مرد ما دعوت میکنیم و تلاش میکنیم که اونا را جذب بکنیم که بیاید در تصمیم گیری های دولت در تبعید هم شریک باشه و از دولت در تبعید حمایت بکنه تا ای که ما بتانیم به حمایت شما عزیزان کار را که شایسته مردم افغانستان است انجام. این یکی از ماموریت های عمده ماست که ما یک چتر بزرگی برای آینده افغانستان بسازیم که او ممثل اراده مردم و ممثل وحدت ملی باشه و گلهای رنگارنگ و زیبای افغانستان به نام قوم و به نام عقیده در اونجا حضور داشته باشه. تغییر قومی و تغییر نژادی، تغییر رنگ و تغییر لسانی، اینها زیبایی های یک جامعه است. ما نمیتونیم که همه جامعه را یک رنگ و یک زمان و یک عقیده بسازیم. باید هر کدامشان تشویق شود، هر کدام حمایت شود، زبانهای مختلف باید رشد پیدا بکنه، عقاید مختلف بهش احترام گذاشته شود. اینا زیبایی های یک جامعه است که متاسفانه در افغانستان در طول تاریخ برای ازی که سرکوب شود رنگ ها و پوست ها و لسان ها و مذاهب و اقوام که ما در این روز مواجه شدیم. اما یکی از اهداف عمده ما و یکی از ماموریت های عمده ما ای است که ما تمثیل وحدت ملی را نه به شکل سمبولیک به شکل واقعیش بکنیم. او 14 قومی که در قانون اساسی سابق آمدن نه، هر قوم افغانستان 40 چند قوم تا حال رو ما حساب کردیم، هر رنگ افغانستان، هر زبان افغانستان، هر باوری مذهبی و دینی افغانستان در دولت در تبعید نقش داره و دولت در تبعید از آن شما است. ما وقتی موفق میشیم که به تمام شما، به رنگ شما، به پوست شما، به خون شما، به باور و عقیده شما ما احترام بگذاریم. مبارزه ما به اساس اصول و ارزش‌های انسانی است. بنان جامعه انسانی را باورهای مختلف، رنگ‌های مختلف و نژادهای مختلف و اقوام مختلف تشکیل میده. وقتی ما از انسانیت صحبت میکنیم باید به همه از اینا که جامعه انسانی را تشکیل میده احترام بگذاریم و این یکی از اصول رفتاری، هدف ما و هر کار ما به اساس اینمی ارزش انسانی استواره. وقتی ما میتونیم یک جامعه مرفه و یک جامعه متعادل و یک جامعه متحد ایجاد بکنیم که تمام زیبایی ها در اونجا باشه و هر تغییر را که ما در اونجا میبینیم، تغییر رنگ و پوست و مذهب و لسان، او من حیث یک زیبایی دیده شود نه من حیث یک نقص. ما برای از اون مبارزه میکنیم و این از ماموریت ماست و از همه شما عزیزانی که باور به این ارزش انسانی دارین و باور به این گپی که ما باور داریم از شما دعوت میکنیم که بیاین از این باور و از این عقیده و از این کار با دل و جان حمایت بکنیم.
و مأموریت آخر ما که من من حیث مسئول هستم تا ختم دوره کاری خود باید مجمع عمومی را شکل بدم. مأمور رقم وعده داده بودم که ما مردم سالاری را، چرخش نخبگان را باید هم تمثیل بکنیم. امروز اگر من عنایت حفیظ به اساس اراده و رأی شما آمدیم خادم شما هستم، باید زمینه را من فراهم بکنم که بعد از میعاد کاری ما که در منشور آمده انسانهای شایسته و بهتر و وطن دوستتر از ما بیاید و مسئولیت را به عهده بگیرد. یا آنقدر ما تلاش بکنیم که شما بگین شما ادامه بدید. بنابراین ما متعهد بزی هستیم که مجمع عمومی را شکل بدیم و مجمع عمومی فیصله کنه که انتخابات شود و شخصیت‌هایی از داخل جامعه و از بین شما عزیزا بیاید که برای ملت افغانستان کار بکنه و برای انجام ماموریت‌هایی که تا حالا ما گفتیم برای از او تلاش بکنه، برای رسیدن به او اهداف والا تلاش بکنه و برای ازی که در افغانستان ما یک حکومتی مردم سالار مبتنی بر ارزش‌های انسانی داشته باشیم تلاش. این هم یکی از ماموریت‌های ماست که زمینه انتخابات دور بعد را فراهم بکنیم و زمینه ازی را فراهم بکنیم که مجمع عمومی یا لوی جرگه شکل بدیم. این ضرورت‌ها بود، اهداف بود و ماموریت‌های ما. اهداف دیگه هم هستن که عمدهش ما خدمت شما عرض کردم. ماموریت‌های زیادی ما داریم، اما ماموریت‌هایی که در منشور آمده خدمت شما عرض کردم. بنابراین از تک تک شما عزیزان دعوت میکنم من عنایت حفیظ من حیث خادم شما و من حیث مسئولی دور دولت در تبعید که بر اساس اراده و انتخاب هزاران انسان آمدیم در خدمت شما هستم، از شما دعوت میکنم از طرف خود و از طرف همکاران خود، معاونین محترم، رئیس شورای عالی دولت، وزرا، رؤسا و کسایی که تا هنوز به ما پیوسته است، تک تک شما دعوت میکنیم که بیاین در این پروسه سهم بگیریم. این دولت در تبعید از شماست و همه ما در زیر یک چتر انسانی برای نجات افغانستان از بحران کنونی و برای التیام بخشیدن به دردهای ملت افغانستان تلاش بکنیم. باز هم منتظر نظرات و پیشنهادات و مشورت‌های نیک شما هستم که با ما شریک بسازین و همچنان منتظر پیام‌های شما هستم. موفق و سربلند باشین. هر سوال با شما در خدمتتان هستیم. همکاران ما در خدمتتان است. سایت‌ها و شبکات اجتماعی که مربوط به دولت در تبعید است، از او طریقا، از طریق ایمیل، از طریق تلفن با ما و با همکاران ما در تماس شوید و این دولت از شما. خدایا مددگارتان، ایام بکامتان.